صد بدرود خدمت تمام بینندگان عزیز و ویورای جذابم که امروز هم تشریف آوردن بازم با یه ویدیو فوتبالی. میبینم که مثل یک بمب هسته‌ای حمایت میکنید. منم پشتم بک تو بک براتون ویدیوهای فوتبالی میارم که دور هم یه اشغال ریزی بکن. قبل از همه چی لایک، کامنت، سابسکرایب چنل من فراموشتون نشه. و موضوع ویدیو چیه؟ این سری یه چیزی دیگه بود. این سری اشتباهات داوری، اشتباهات فاحش، فحشا که الان اینجا آوردم کنارم ببینیم یه اشغالی بکنیم. حالا اشتباه چطوریه اینجا کنارم میبینیم و شما به من بگید که آیا این اشتباهات به نظرتون اشتباهه یا نه درسته که اشتباهه. خیلی اصلا جملات قصاری گفتم. بدون هیچ معطلی بزن بریم سراغ ویدیو. ما اینجا اینو بله اینجا مانوئل نویر میبینیم. ای جان آجی این الان سوئد نو گل قبول کرد. پشمام آجی. نگو وای برگام وای پشمام، بگو چه جالب. اونقدر آفساید یا اول باز گذاشت رو قفسه سینه ژابی آلونسو. زرد میدی؟ داداش با کف پا اومد تو داداش ممکنه بمیره یعنی چی؟ یارو مصدوم شد دیگه نمیتونه ادامه بده. زرد داد. داورای ما ان دیگه. خب این کی خورد به دستش؟ بازی معروف. پنالتی هم نگرفتی. داره فرار میکنه. ببینید داور رو این بزدلی تو زندگیتون دیدید داره فرار میکنه. خدای من باورم نمیشه. این یکی سادیو مانه و گل. این که اصلا آفسایده که. این که اصلا آفسایده. مگه پریمیر لیگ دا سادیو مانه هم گل زد ها. این یک آجی این چقدر قدیمیه. باورم نمیشه. این چقدر قدیمی. اصلا قدیمی بودنشو ببینید. اون جدیدن میبینن باور. حالا با اون موقع بگید چی؟ خب بله گل هم میزنه. طبیعتا یه نفر اشتباه میکنه. کیو اخراج کردی داداش؟ بازی یوونتوس رونالدو رو اخراج کردی؟ برای چی؟ خنده میگیرتش. زدی فقط یه خورده یه نازی دادی اخراج ها. بذار ببینم. خدایی اخراج نداره. خب باشه دیگه داداش. حالا چرا اونجوری میکنی؟ اشکال نداره. بازی ادامه داره. حالا چرا ناراحت میشی؟ اینو نگاه کن. این مگه نخورد به دستش؟ از با دستش تو آورد. جو تیریانری بود نه؟ ایول داداش هندبال داریم بازی میکنیم. داورم که نداریم. آفرین. توپو با دست آورد جلو زد تو گل. این چرا افتاد؟ آجی چیزی میزنی؟ سلطان کارت چی میدی؟ اصلا نزدش. داورا وقتی بت میزنن. منچستر سیتی چی شد؟ ماشالله رودریگو باری کلا یه تو قشنگ با دست میاره جلو. فوتبال نیست که هندبال بازی میکنیم. باری کلا 680 تا وی آر هم داریم. با وی آر هم پنالتی نگرفت. آفرین. اینو نگاه کن. این اصلا پاش قلم کرد. اون یکی هم پاش قلم کرد. زد دیگه. این الان زدش اصلا. نگاه زدش دیگه آجی. آخه این زدش دیگه. یعنی زدنه. عملا زدنه. پنالتی هم نگرفتی سلطان. مورینیو قاطی کرد. اصلا میگم جای من قاطی کرد. پنالتیه دیگه. اصلا پنالتی بود. پنالتی رو گرفت. با تکرار داد. تکرار نداد. همون اشتباه. این تیم آرسنال. اوه بیشرف با کف پا رفتی تو صورتش. حروم لقمه. این چه کاریه؟ روح پاک صلوات. یه فوتبال دیگه. حاجی اخراجش نکرد خدا. اینو نگاه کن. این دیگه اصلا دیگه هولش داد. عملا یارو رو فرستاد اون بر. هیچی هم نیست نه. وایسا هولش نداد. وایسا از دوباره ببین. نه هولش نداد. از این ور چقدر بد نشون داد. وای داوران بعضی وقتا توپ رفت تو. فرانک لمپارد وای توپ رفت تو اومد بیرون. پشمام همچین موقعیتی و وی آر هم نبود دیگه. توپ رفت تو. ولی توپ رفت تو. همه دیدن اون ندید. دروگبا دیدیه. دروگبا آخه کمرم 3 تا از مهرهای چپ هم زده بیرون. خیلی منو بد زد. ولی خب بذار ببینیم. آره آجیه انگولک ریزی کرد بنده خدا رو.
حاجی زد پای یارو رو دیگه، خدای پای صلاح زد، نگاه کن زد پای یارو افتاد. خطا نگرفت اینجا واسه. اینجا بازم دروگبا رو زدن، این چی نه دروگبا نیست، این پسر هست یادم رفت. زدنش خطا نگرفت ها. ایول به پنالتی بود، پشت محوطه میگیری مارکوس رشفورد. اینجا پا چی شد یارو؟ پنیر شد وسط زمین، نگاه کن پنیر شد. برونو فرناندزه پنیر شده اون وسط طبق معمول داوره عزیز. اینجا اوه چی شد؟ خب آوانتاژ نداد مگه؟ خب آوانتاژ داداش گل زد دیگه، آوانتاژ. ایول واقعا من میبینم اصلا عشق میکنم فوتبال، همینه قشنگه، فوتبال زندگیه. زندگی هم مثل داوره همینقدر اذیت میکنه ما رو. کارت زردم بهش داد، میبینید دیگه، میبینی برای چی داره همینجوری کارت زرد غیر دست میزنی تو باید پا بزنی. اوه اصلا ببینم خورد آجی، زد پای یارو رو زد، پای اودگارد قشنگ قلم کرد، نگاه کن پاشو زد. نگرفتی پنالتی ها؟ قشنگه، پنالتی هم نگرفت، آفرین. اینجا ببینیم چی میشه. خب اینجا رفت گل، توپ رفت گل. اصلا ببینیم توپ گله، توپ قشنگ گله. وی آر هم نداریم ها، وی آر خواب در خواب زمستانی به سر میبره. گل بود، کارت داد بهش. بزن داش کریس، بزن بکشش یارو رو. یک اوه چی داره میشه اون واسه؟ اوی خب اون پس کله ای طرف نگاه کن، یارو پس کلهشو گرفت و دوباره بلند شد. مگه هیچی نشد داداش؟ مگه میشه همین چیز؟ اینجا تامی آبراهامو داریم. خب آقا این الان بذار من خودم ببینم. ببین اون صورت نه خورد، پاش به پاش خورد. به نظر من درسته باید اخراج میکرد چون نوک پا خورد. چرا خورد دیگه داشت پتیاره بازی در نیاری واسه ما. اینه که این که انداخت یارو. اینجا نگاه کن این نگه داشت قشنگ. آفرین. توپم با دست گرفت، دارید میبینید. ایول اینجا مسی چه مسی سمین گله. تو حس میکنم رفت. آره توه گل نگرفتش. یه کف مرتب به افتقار داورا. ادیتور کف بزن کف ریکا. خدای من اینو نگاه کن، این که داشتیم چی شد؟ کارش نه، پاش به پای خودش خورد افتاد. اخراج برای چی کرد؟ بازم کف بزنید به افتخار این داوره. اینجا که این داور انداخت، نه انداخت، خورد به داور. داوره داره میزه چی کار؟ داور خودش اصلا مشکل داره بابا. بیخیال این چیکار این بازی؟ پنالتی نگرفتی نه؟ ماشاءالله پیکه اصلا هم هیچی نشد یا تو گل شد. گل دیگه، این گله آجی. رفت این توه نگرفت. اصلا این ویدیو قبلی قشنگ رسم من در آوردن. یعنی این دوتا ویدیو اینو نگاه کن، هندبال داره بازی میکنه وسط. ندیدی دیگه بتم که اصلا نزدیم هیچ کدومتون. باریکلا با توپ اینجوری، توپو قشنگ اینجوری زد زمین. خوشحالی هم داره دیگه بالاخره مفتخری گل میزه. اینو نگاه کن. چیکار دارین میکنن؟ این چه مسخره بازیه؟ مگه پریمیر لیگ بهترین لیگ دنیا وی آر نداره؟ این یعنی چی؟ این گل هم زد. اصلا باورم نمیشه دیگه. یعنی پریمیر لیگ بهترین لیگ دنیا همچین اتفاقاتی داره توش میفته. اینجا رو شد. این چی شد؟ تو نرفت، نه تو گل نشد. باشه این بازی خیلی از اونا داره. این بازی خیلی چیزای مشکوک داره. اینو نگاه کن، تو خورد به دستش داره. بدو دنبالش. تو خورد به دستش. مگه میشه تو نبینی؟ داداش تو کوری مگه؟
حاجی دیگه باید چیکار کنه که خطا بگیر؟ نه خدا وکیل باید چیکار کرد که خطا گرفته شه؟ نیمار رو نگاه کن، نیمار موصورتی چی کار داری؟ لب داری میگیری داداش؟ حالا مثلا خطا میگیره برات کارت زرد داد. ایول دیگه داداش. آخه مگه آزمون چشم نمیدن اینا؟ نخیر. این با تو الان با کفا میای تو چیز یارو. شما مگه آقای آزمون چشم نگه داورا نمیدن؟ اینجوری میان تو با عینک تستکانی میرید تو، مگه میشه همجوری با کف با گذاشت اینجا یارو رفت بیرون کارت زرد. خب این هم بود از ویدیو امروزمون. این ویدیو هم مثل ویدیو قبلی کلی ارث منو در آورد. خیلی ممنونم که تماشا کردین تا آخر این ویدیوی مرا. لایک، کامنت، سابسکرایب چنل من فراموش نشه و تا یه ویدیو دیگه خدا نگهدار.